گرچند بود کلیدی هر کار زبان، مگشای به قول هرزه بسیار زبان. ای خواجه تو تعمیر سخن باد و هواست، خواهی که آبرویت نرود نگهدار زبان. خاموش بودن این ترسیدن نیست. بابای خدا رحمتی هم میگفتن که بعضی سخنت را، بعضی مشتت را و حتی حرفت را و بعضی شخصیت هایی که به قدر سخن و به قدر حرف و به قدر مشت نمیرسند حیف دانید. بسیار برادرها با این تعلق دارد. یک گپ به جل میشوید، یک گپ به غضبی میشید، میخیزید میروید میزنید، یک مشت بدبخت یک مشت نیکبخت میگن، همه مشتتان که میزنید میمورد پشتی وی شما 8-10 سال ترمه میروید. همین شما به دکار است. برای وی با صبر باشید. خاموش بودن باری دیگر به اون شخصیتی که خاموش میستنه و بعضی خود میروند، این خاموش بودن ترسیدن نیست. این خاموش بودن معنای آن را دارد که وی سخنش را، حرفش را برای تو حیف میداند. تو ناکس هستی. تمام رای کنید به گفتیم کلیگا آدمی درکاری به سخن صاحبش میوه. علیکم هموطنان عزیز، همجوران عزیز، امیدوارم که تنسیت و خانواد باشید. شبتان بخیر و شادی باشد. خیلی که میدونید ما در شهر یکاترینبورگ قرار داریم و کمی هم باشد در خدمت شما هستیم، در فکر شما هستیم. برادر عزیز، از شما همون لایکای بیپولا زنید، پادپیسات کنید. بسیار برادران ما تماشا میکنن، یکی میگم ما پادپیسات صرفا نمیریم، اما پایان با پادپیسات کردگی لایکای زنید، شیروی نر کمی هم باشد در خدمت شما هستیم. تاکسی پارک عینی در خدمت شما هستیم. تاجیکو شهر یکاترینبورگ 24 ساعت زنگ 1.5% لیسنس میکنیم. برادر این تاکسی پارک پلوسش بسیار همه وقت میتونید پولتون رو سلیمت کنید، دائم پول دارد برادر عزیز. و خیلی که میدونه برادر عزیز ما چند نمید با خدمت رسانی ها داریم که برادر عزیز بلیط های ارزان و چند نمید کارو داریم برادر عزیز. 24 ساعت زنگ زنید. من این تاکسی پارک های ما کمتر دیوانو شدی که آجی تماشا کنید. زندهش گریده کن. بارونه ببین شیبی شیبی مبارد جان کلینه ببین تخم شیبی بکارد خوش تو منی نست دوماده دوست ندارد خوش تو منی گنده یا خدا بردارد برای شروع ناز گیره برگردی کانال فکری شما بابش یکاترینبورگ پریود ایمان عجیده بابش تخت زندهش گیره نکن. تخت زندهش گیره نکن. بارونه ببین شیبی شیبی مبارد جان کلینه ببین تخم شیبی بکارد خوش تو منی نست دوماده دوست ندارد خوش تو منی گنده یا خدا بردارد برای شروع ناز گیره